سلام، من میثم پورحسنخانی هستم و اولین ویدیو بدون تمرین میمیک، بدون گرم کردن میمیک، بدون گرم کردن بیان، بدون هیچ مقدمه چینی و هیچ حفظیاتی و هیچ چیزی در دستم یا تو ذهنم نیستش. همش رو میخوام بداهه براتون ارائه بدم و امیدوارم که لذت ببرین و شما قطعا کارهای بدی منو دیدین که اومدین اولیشو دیدین و رویا باف خوبی هستم. راستیتش غرق هستم در رویاهام. سنم یکم زده بالا و باعث شده که اینجوری تشنج کنم. ویدیو دوم اولی طول کشید راستیتش و داستانش بد نبود. میخوام همونو برم سعی میکنم 5 دقیقهش تمومش کنم. بریم 5 ثانیه داریم، بریم. اولین کاری که کردی میخواستی ببینیش چی بود و حرف اولت چی بوده؟ من کاری که خواستم بکنم اول، راستشو بخواین یه جورایی من رفتم جلو، بهش گفتم سلام چطوری، میتونم شماره تو داشته باشم یا نه. اینو نگفتم، واسه این خیلی چیز بود، میدونستم بهم نمیده شمارهشو. بهش گفتم که سلام خوبی، حالت چرا بده، چرا اینجوری شدی و چرا تو فکری. اون جواب ندادش. بعدش گفتم اشکال نه 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 اینم نبود آجی، یادم رفت ببخشید. گفتم ها، یادم اومد. رو پل بودیم، دیدمش، گفتم که میتونم یک نخ سیگار ازتون بگیرم. بعد گفت آره میشه. ادامش چی گفتی؟ چی شد که غرق شدی باش و بهم بگو که چی شد که جدا شدین اصلا. راستشو بخوای سیگار رو ازش گرفتم و گفتم برم نرم، نرم برم یا برم نرم. و موندم باش به صحبت کردم. گفتم چرا حالت بده، یکم تو فکر بود، خیلی تو درگیر بودش و دیگه خلاصه اینجوری. من حالا چرا اینجا برای چی من اومدم اینجا که بهم مشاوره بدین و حالم خوب کنین؟ برای چی با این قیافه اداییتون منو میخواین چیز کنین، محاکمه کنین انگار؟ راستشو بخواید اینجا اصلا نه مشاوره است، نه فیزیوتراپی و فیزیولوژیه. اینجا دادگاه داری داداش من، 1 ساعت دیگه و براشم باید یکم تلاش کنی که من بدونم چیا باید بگم به قاضی. آره پس شما دو وکیلین؟ آره خوبه، پس وکیل خوبه. من خودم اومدم اینجا؟ آره خودت اومدی اینجا، میخواستی چیز کنی. خب من راستش کار خاصی نکردم. من فقط خواستم یک رابطه رو نگه دارم و براش تلاش کردم و سعی کردم که خودم باشم راستیتش، اما نشد. من تلاشم کردم که خودم باشم اما نشد و بعدش اومد. من حرف بدی هم بهش نزدم. شاید هم یکی دوبار اولی که رفتیم بیرون براش خرج نکردم ناراحت شده. به هر حال من کار ندارم، من کار بدی نکردم بعدش. چرا؟ شما یه کار بدی کردی که الان موجب شدی خودتو بیای اینجا و لو بدی. شما نمیدونین چه بار مریضی رو سر خودتون گذاشتین. شما حتی از این گردش ذهنی که دارین رو مغزتون نمیدونین که چی کارا باید بکنین. یه حرفی من میزنم به شما کاملا حفظ کن دوست من. گفت نه ول کن. برای چی باز چسبیدی بهش؟ بابا من خودم خواستم که بهش بچسبم. تو چرا انقدر؟ نداشتم کسی رو، با کسی نبودم، تنها بودم و گفتم شاید قدم اول خوب پیش بره، اما متاسفانه خوب پیش نرفت.
بهم بگو که میخوای بازم ببینیش. آره میخوام بازم ببینمش. بعد از یه سال میخوای کاملا آشنا بشی باهاش. آره میخوام باهاش آشنا بشم. بهم بگو که دوست داری براش خریدم بکنی. آره میخوام براش خریدم بکنم. اگه خریدی چیزی هم باشه بازم میخوام براش بخرم. بهم بگو که اه وکیلتم و دوست دارم کمکم کنی. وکیلمی دوست دارم کمکم کنی. مسخره بازی ها چیه؟ یک مسئله ای که هستش، شما بار روانی رو دوشته دوست دارم و هیچ کمکی از دست من بار نمیاد. شما باید بگردی ببینی کسی دیگه هستش که بتونی براش کمک کنی یا نه. اگر بود که بسم الله بگی شماره رو دوستی برقرار کن، اما اولا خیلی خرجش کن، چون دخترها با خرج کردن میمونم که میخواد خرج کنه اما اولش خرج میکنه بعدش هم دیگه نمیبینتش. من میخوام بمونه واسم. ولی تهش چی؟ نه دوستی نه رابطه نه چیزی. زنگ میزنه فا بشه دست میگیره کارشه. نمیفهمیم به چیا بستیم. خودمون رو گم کردیم توی این حالتهای مغزی که فکر کنیم به این دوستش اون دوستش. انگار میگه ترکیه است و فیلم جنگیه. بی خیال شین بابا. او چی بگم؟ راستشو بخوای وقت تمومه. اضافه هم واسدادیم تقریبا 1 دقیقه و 2 دقیقه اضافه 20 ثانیه دیگه. اما بهم بگو که دوست داری باشی با یکی دیگه یا خیر. نه دوست ندارم دیگه باشم با کسی دیگه، چون تلاشمو کردم با کسای دیگه باشم اما نتونستم. و من خواستم کارهای دیگه بکنم تونستم، اما خواستم توی یک رابطه سالم درست حسابی موندگار برم نتونستم. چرا؟ چون پول نداشتم. پول چیزیه که من باعث زحمت کشیدنشه. من به سختی پول در نمیارم که بخوام یک کسی رو براش انقدر خرج کنم انقدر دوستش داشته باشم. بابا دوست داشتن خودش زحمت داره. عاشق بودن کلمه گنده. بابا رابطه چیز مسئله سطحی به نظر میاد، ولی پول خرج کردن واسه رابطه نگه داشتن خیلی چیز چرتیه. پس تا دیدار بعد بدرود. و یه چیزی من بهتون عرض میکنم. اگر کسی گفت نه کاملا ولش کن. و امیدوارم که برای این کار شما بتونید پیشرفت کنید. و حکمی که قاضی بهم اسمس داد از اینجا اینه که درگیری ذهنی، درگیری مالی، درگیری معنی حل نمیشه تا خودت نخوای با یکی دیگه ترکیش کنی. خیلی خوب. تمام. کات. ویدیو دومه. نمیدونم بذارم نذارم. و یوتیوب دیگه کسی نمیبینه فعلا. با دوربین جلو هم زیاد حال نمیکنم راستیتش. همین الان از بیرون اومدم خیس خیسم. آقا ما رفتیم اینجاشو